ادامه برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. جهت تامین دستور رهبریت عالی کشور وزارت کارهای داخلی کورس‌های کوتاه مدت کسب آموزی را در قسم‌های نظامی قشون‌های داخلی تشکیل کرده است که می‌تواند برای صاحب کسب شدن سربازان مساعدت نماید. گزارش نوبتی در این خصوص آماده گردیده است. هیئت شخصی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در صف پیش مبارزه بر ضد جنایتکاری و تأمین ولایت قانون قرار داشته برای حمایت این مرز و بوم همیشه آماده‌اند. خدمت در صف قشون‌های داخلی برای هر یک سرباز آن شرف و افتخار بزرگ است، زیرا آنها نه تنها قرض شهروندی خویش را به جا می‌آورند، بلکه تکیه‌دار این وطن و مادر خود بوده در روند خدمت صاحب اختصاص و دلیر و شجاع به کمال می‌رسند. با مقصد صاحب کسب نمودن، در ضمیر نسل جوان بیدار نمودن خودشناسی ملی، از خود کردن هنرهای اصیل ملی با جلب استادهای ماهر در ساحه کنده‌کاری، دوریدگری، تعمیرگران محرک‌های نقلیات‌ها، کفشیرگری، ساختمانچی، در قسم‌های حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی مرکزهای هنرآموزی برای سربازان فعالیت دارد. برای صاحب اختصاص گردانیدن نوسکران و سربازان، وزارت کارهای داخلی نمایندگان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی را به قسم‌های حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جلب نموده، متخصصان ماهر از تجربه غنی هنرداری خود به سربازان هنرهای گوناگون می‌آموزانند. چنین طرز کار اگر از یک طرف با صاحب کسب و هنردار گردیدن سربازان مساعدت کند، از طرف دیگر به عملی گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی منفعت آور است. در کارگاه کنده‌کاری و یا خود نقاشی در چوب در قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی شماره زیادی سربازان این هنر اصیل ملی را از استادان این صنعت دوریدگری از خود نموده فرهمندند که در روند قرض فرزندی خود به وطن اینچنین صاحب هنر می‌گردند. در پارک اتومبیلی قسم حربی مذکور آن تکنیکایی که منسوب به خدمت افسران و سربازانند تعمیر نمودن نقلیات‌های گوناگون تمغه به خصوص محرک‌های آنها را خود سربازان انجام داده با باوری به استای ماهر بودن آنها میتوان سخن کرد. چنانچه قید گردید برای ماندن آموزش هر گونه کسب هنرها در قسم‌های حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی با آبادی حدود شهرچه‌های حربی و پیشرفت خدمت سربازان مساعدت می‌کند. نوارهای منظور شونده دلیل آن است که سربازان با اعتماد خاص به اسباب‌های برقی گوناگون کفشیرگری و برنده می‌توانند همه گونه عمل‌ها را مستقلانه و با صفت بلند انجام دهند. کفشیرگری که کسب نازک است و مهارت خاصه، احتیاطکاری و صنعت بلند وصلسازی آهن را طلب می‌کند، خوشبختانه سربازان در مدت کوتاه توانستند این هنر را نیز از خود کنند. با افتخار میتوان یادرس کرد که امروز با دستگیری‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت گنرال ارتش، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان، قسم‌های حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی دارای بهترین شرایط خدمت و نمونوی بوده با قوای کاری خود سربازان باغ‌های میوه‌دهنده بنیاد گردیده، خواجگی‌های یاریرسان فعالیت نظررس داشته. سربازان از سبزیجات چون بادرنگ و پمیدور، کرم و بایمجان، کدو، کارتوشکا و پیاز که محصول زحمت خود آنهاست در انبارهای مخصوص نگهداری نموده از غذای سالم بهره مندند. شماره زیادی سربازان پس از آموزش کورس هنرهای آشپزی، سرتراشی و ساختمانچی صاحب شهادتنامه مخصوص گردیده با قناعت و خوشحالی اظهار سپاس می‌کردند. آن نسلی که امروز سینه‌شان به خدمت حربی رسیده است نباید فراموش سازند که خدمت حربی قرض وجدان و ایمان و حمایت مادر وطن بوده به کمال رسیدن شخص و به تنومندی و صاحب کسب شدن جوانان مساعدت میکند. پس بیایید با صداقت و درک بلند وطنداری با کار و عمل شایسته خود زادگاه و دیار، مقدسات دولت و صاحب استقلالی خود را عزیز دانسته از هر گونه خطرهای احتمالی کشور را حفظ سازیم.